بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله و صحبه اجمعین. اما بعد، برادران عزیز، خواهرای محترم، دیروز ما و شما وظایف قلب خواندیم که وظایف قلب به دو بخش تقسیم میشه. یکی از وظایف قلب وظایف اعتقادی هست که دیروز خواندیم، دیگهش وظایف عملی هست. وظایف اعتقادی امو باورها و اعتقادات انسان است. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و اليوم الآخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت، و اعتقاد به که بغیر از الله دیگر کس رب ما نیست و رب العالمین است، مالک یوم الدین است، هیچ کسی مستحق عبادت نیست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. و ایمان داشتن به تمامی اسما و صفات الله، این وظایف اعتقادی قلب است. دومش وظایف عملی قلب. وظایف عملی قلب او وظایف هست که قلب را انجام میده. و وظایف عملی قلب دو بخش تقسیم کردیم، گفتیم بعضش اعمال قلب، بعضی وظایفش اعمالش توحیدی هست که مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده میشه. و بعضی از اعمال قلب است که اینها منحرف هستند یا اعمال سلبی هست، اعمال زشت است که او را قلب انجام میده. پس بحث خدا گفتیم دو بخش تقسیم میکنیم. بحث اول اعمال قلب یا اعمال توحیدی قلب. و اعمال توحیدی قلب که است تعلق میگیره به عبادت‌های توحیدی قلب. چه قسم تعریف میکنیم عبادات قلبی را؟ توحید در عبادات قلبی را چه قسم تعریف میکنیم؟ میگیم هو افراد الله سبحانه و تعالی فی العبادات القلبیه، یگانگی الله متعال در عبادت‌های قلبی میباشه. عبادات قلبی چند قسم است؟ دیروز گفتیم که تقریبا 8 تایشه گفتیم که توحید در اخلاص است، دومش نیت است، سومش صدق و راستی هست، چهارمش محبت است، پنجمش خوف است، ششمش رجا هست، هفتمش توکل است و هشتمش تعظیم. امروز شروع میکنیم در توحید در اخلاص. اخلاص چی را میگن؟ توحید در اخلاص افراد الله سبحانه و تعالی فی الاخلاص، یگانگی الله در اخلاص است. خود اخلاص به معنای تهذیب و پاکی هست. و در اصطلاح اخلاص به اشکال مختلف نظر به موضوعات تعریف اخلاص فرق میکنه. یکی اخلاص در عبادت است، یکی اخلاص در عبادت است، افراد الله سبحانه و تعالی فی الاخلاص فی العباده. و یکی از علما میگه افراد الحق سبحانه و تعالی بالقصد فی الطاعه، یگانگی الله هست در قصد، در اطاعت. این اخلاص است که در مقابل شرک استعمال میشه و تعلق میگیره زیادتر به نیت انسان. اینجا از اخلاص زیادتر نیت مطلوب میشه.
پس اول اخلاصی که منافی شرک است، یعنی اخلاص در عبادت و اطاعت. ایره اخلاص چی میگن؟ افراد الله سبحانه و تعالی بالقصد فی العبادت و الطاعه. وقتی که یگانگی الله را در دو چیز مراعات میکنی، یعنی در قصد، در نیتت یگانگی الله را مراعات میکنی، هم در عبادت، خاص عبادت مخصوص الله میگردانی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این تمام توحید الوهیت شامل میشه، تمام توحید الوهیت شامل میشه که یعنی تمام عبادات خاص در نیتت برای الله باشه. دوم قسمش اخلاص است که منافی ریاست، در مقابل ریا استعمال میشه. او را اخلاص در عمل میگن. اول قسم اخلاص به عباداتو که او، دوم قسم اخلاص به نیت کده، به عمل کده. در قسم اول اخلاص در نیت عبادت تا خاص بر الله میکنی و این ضد شرک میشه. اما قسم دوم که هست، اینجا اخلاص در اعمالت میباشه. این را باز چی میگن؟ این ضد ریا هست. او ضد شرک بود، این ضد چی هست؟ ریا هست. مخالفت در اولش آدم از دایره ایمان میکشه. اگر یک کسی یک عبادت به نام یک مخلوق میکنه، این باز از چوکات ایمان مبرایه. اما اگر یک کسی در عمل خود اخلاص نمی داشته باشه، ای از چوکات ایمان خارج نمیشه، لکن ای انسان امی عمل را که کرده اجر و ثواب ازی چی میشه؟ از بین میره. مثالش مثلا به خاطر که واضح شوه، 3 نفر هستن 3 گوسفند میخرن. 3 نفر هستن 3 گوسفند میخرن. نفر اولی گوسفند میخره به این نیتی که ایره بره در مقابل یک مخلوق، در مقابل یک مخلوقی را ذبح کنه. مثلا بت پرستا امو گوسفند یا بزی را که دارن، او را میبرن در مقابل بت به نیتی که بت راضی شوه، ایره ذبح میکنن. و یا قبر پرستا امو گوسفند میگیرن به خاطر که صاحب قبر از پیش ازی خوشحال شوه، راضی شوه، او را ذبح میکنن. اینی نفر اول از دایره ایمان خارج میشه. چرا؟ نیتش چی شد؟ عبادت برای کی شد؟ بر مخلوق شد. نفر دومی گوسفند گرفته، لکن نیتش از به خاطر رضایت الله، میگه من گوسفند به خاطر رضایت الله قربان میکنم. اما در جریان خریداری میگه یک گوسفند رو بچیم بخریم که باز همسایه‌های ما سیل کنن، بگه گوسفند از یا خوب چاق است، خوب یا لوکس هستن، یه گوسفندهای دیگه ضعیف است. اینالی اینجا اصل نیتش برای الله بود، راکن در اینجا چی کرد؟ ریا کرد. این اخلاصش در عمل از بین رفت. این انسان از دایره ایمان خارج نمیشه، لکن امی پول را که مصرف کرده، امی زحمت را که کشیده، این کلش ضرب 0 میشه. مثل حال بسیاری دعوت ها هست، بسیاری خیرات ها هست، بسیاری صدقات هست. در اونجا پرسانش کنی چرا این کار کردیم؟ میگه بچه کاکایم، اودرزادایم، سیال داریم، شریک داریم. پس اگر 1 لک مصرف کنه، امی 1 لکش ضرب 0 میشه. چرا؟ این اخلاص مفز. نفر سومی به نیت از این گوسفند خریده که الله راضی شوه، قربانی میکنه برای الله و توجه به خوب و بد گفتن مردم نداره. اگر کس خوبم گفتش خوشحال نمیشه، و اگر کس انتقادم کرد که وی گوسفندت خوبش نبود، والا لباس را که صدقه دادی قدر خوبش نبود، تکیش بدل بود و چطور بود و چنان بود، پس این میگه که برای من مهم نیست. یعنی انسان مسلمان
مسلمانی که میخواه که از ریا خلاص شوه، از توصیف مردم خوشحال نشه و از انتقاد و بدگویی مردم در راستای دعوت و کار دین چی نشه؟ خفه نشه. از نگاه اخلاقی انسان خفه میشه. مثلا یکی مسائل است که وقت دعوت اسلامی میکنیم، در دعوت اسلامی یک انسان بیدین بدگویی میکنه، پس متاثر نمیشه، میگیم خلاص بانشه، او که بدگویی میکنه او کار خودش است. اما از دوستای خود آدم خفه میشه. بعضی دوستا خوب مردم هستن، در لباس دوستی کلمات استعمال میکنه که شخصیت انسان پیش 20 نفر متزلزل میسازه. بعضی کساس در حضور داشت 20 نفر 5 نفر که انسان یک مذاق میکنه که اون مذاقش مناسب نیست. اصلا مذاقی که آدم که همسنای خودم باید مذاق بیادبی نکنه، باز از خود که مثلا بزرگتر یا استادش باشه، امرای از او در الفاظ خود بسیار محتاط باشه. بسیاری دیندارها که هستن مشکلشان این است که در رابطه با خالق خود بسیار دیندار است، در رابطه با مخلوق بسیار ضعیف است. آبروی مردم هم میریزانه لکن متوجه نیست. انسان به عزت میسازه متوجه نیست. خب انسان باید در این سخنهای خود، در افعال خود باید تجدید نظر بکنم که وقت من این سخن میگم، بله رسول الله صلی الله علیه و سلم هم اتو مذاق کردن، لکن مذاقی که شخصیت کسی متزلزل نشده است. در مذاقی توهین باشه، تحقیر باشه، الفاظ زشت باشه، این باز حرام و ناروا هست. سوم قسم اخلاص که هست، تعریفش اخلاص است که قلب را از کدورت‌هایش حفظ میکنه. اخلاص است که قلب از کدورت‌هایش حفظ میکنه. بازیر اخلاص میگن در اعمال قلبی. علامه مناوی یک عالم است، میگه اخلاص خلاصی قلب از تمام آنچه که قلب را مکدر میسازه. قلبت از هر چیز پاک کنی که او را مکدر میسازه. قلب چی مکدر میسازه؟ کبر، غرور، حسادت، ریا، از خود راضی بودن، تحقیر دیگران، توهین دیگران، این کلش وقتی که در قلب یک کس جای بگیره، پس این قلبش هم مکدر میسازه. فضیل ابن عیاض یک گپ بسیار خوبش میگه. این بسیار یک جمله بسیار خوبش میگه که همیشه در زندگیتان داشته باشین. میگه ترک عمل به خاطر مردم ریاست. شما میخواین نماز بخوانین والا مردم مرا ببینه من نماز نمیخوانم، اینمی خودش ریاکاری هست. به نماز جماعت نمیره یک کسی، میگه چرا؟ میگه ریا میشه. اهمی که به جماعت به خاطر مردم نرفتی خودش ریاست. ترک عمل خوب به خاطر مردم چی میشه؟ این ریا هست. خواه عمل خوب باشه یا زشت باشه، اگه مردم بود هم نماز جماعت برو، اگه مردم نیدم جماعت برو. صحیح نه؟ و بعضی کساس اگر مردم ندیدش گناه میکنه، باز اگر مردم دیدش از ترس مردم بازم او گناه را نمیکنه. این هم ریا هست. دیگه چی هست؟ میگه و عمل برای مردم شرک است. یک نفر یک عمل نمیکنه لکن میره به خاطر مردم یک کار را میکنه، باش که مردم ببینه، باش که قوم ما ببینه، باش که سیال ما ببینه. پس اگر یک نفر یک عمل نیک، یک عبادت میکنه به خاطر مردم، این شرک داخل میشه. و اخلاص خلاصی از این دو چیز می باشه. اخلاص خلاصی از این دو چیز می باشه. نه عملت به خاطر مردم بکنی،
و نه هم عملت به خاطر مردم ترک بکنی. چیزی که عبادت است عبادت بکن. بعض شاعراز همیش اعمال غلطه در شعر خود بر مردم توجیه میکنه، میگه ما می برای مستی و لذت نمیخوریم که از باده شست و شوی درون از ریا کنیم. این میخواه که کت حرام خدا از چی خلاص کنه؟ از ریا. تو هم نیست دیگه که ما والا میریم یک کار بد میکنم باش که باز مردم مرا بگویه که چی است. خدا از ریا خلاص کنیم. ریا و اعمال قلبی مربوط قلب است. ای که مثلا تو چی کار میکنی این انسان نمیفهمه. ما نمیتونیم تفکیک بکنیم. اینه کلگی نماز میخوانه، کلگی عبادت میکنه، اینال این مربوطی از اینکه ریا هست یا نیست این خود به مردم تعلق نداره، این به قلب خود تعلق داره. قلب تا جور کن مردم دلش هر چی که میگن. بعضی اوقات عمل خوب میکنی مردم شاید او رو غلط توجیه بکنه. پس مردم معیار نیست، اینجا قلب خود انسان است. خودت از قلب خودت میفهمی که می کار به خاطر ریا میکنی یا به خاطر رضایت الله میکنی. پس این ضرور نیست که ما مثلا بخیزیم مثل حافظ واره باده بنوشیم و با باده نوشی چی کنیم؟ خدا از ریا خلاص کنیم. اینجا ریا نشد، اینجا فاسق شدی. و کسی که باز یک گناه را در مقابل مردم میکنه این باز مجاهر گفته میشه. جهرن عمل زشت انجام میده، بازی حتی در بخشیده هم نمیشه. یک نفر یک گناه را پت میکنه، این امکانات توبه داره، توبه کنه. یک نفر میخیزه می گناه خدا باز قصه میکنه. یک کسی دیگه بازی را آشکارا پیش روی کلگی یک کار بده انجام میده. بازی مجاهر است. یک وقت یک ریش سفید بود، بسیار خوب آدم بود، منتهای یک عمل زشت داشت. عمل زشتش چی بود؟ ای کم کم نسوار میکرد. یک روز میره آسایی که دیدیم که تو دی پت از پیشری 8-9 نفر دیگه در اتاق هستن، یه متخف که کمک نسوار گرفت و پتو کرد از رفیقای خود انداخت. باز ما برش گفتم که نسوار میکشه، گفت والا عادت بد است، مبتلا شدیم، کوشش میکنم که رهایش کنم. گفتم خیلی چرا دیگه نمیکشی؟ گفت نمیخوایم که مجاهر باشم. گفت نمیخوایم که مجاهر باشم. مجاهر چی مانه؟ یعنی گناه را جهر میکنه تا دیگرها هم تشویق به او گناه شوند. گناه کرده یا قصهش هم میکنه یا خود عمل چی میکنه پیش روی مردم انجام میده. پس این گناه ازی دو چند است. چرا این بر مردم گناه را چی میسازه؟ خصوصا که آدم خوب آدم باشه، خصوصا خوب آدم. اینال اگر یک عامی میره رقص سیل میکنه از این یک گناه میشه. اگر یک مولوی در مجلس رقص میشینه از این 2 گناه هست. چرا باز مردم میگه که وقتی که مولوی صاحب سعی کنین و چی شخصیت خوبی هست و چی عالم است، چی بزرگوار است، وقتی که تو مجلس شش در حقیقت او عمل زشت بر مردم حلال نشان میده. متوجه هستین؟ این باز بسیار خطرش دینمی است که عمل زشت بر مردم حلال نشان میده. چرا حدیث رسول الله هم کسی که حدیث قولی است، یکی حدیث فعلی هست، یکی حدیث تقریری هست. مثلا پیش رسول الله هم اگر کسی یک عمل ناروا را میکرد، رسول الله هم برش نهی میکرد، میگفت نکوی کارا، چرا این کارا میکنی؟ نکوی کارا. یک کسی پیش روی یک کسی توصیف یک دیگر را میکرد، برش گفت قتل تا اخاک، کشت برادرت. پیش روی کسی توصیفش نکن، توصیفش میخوای بکنی پشت سرش توصیف بکن. متوجه هستین؟ این حال اگر یک کسی یک عمل میکرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم او را نهی نمیکرد، پس او چی گفته میشد؟ حدیث تقریری. یعنی رسول الله هم او را تقریر کرده، تایید کرده، گفته درست است، خلاص به نام حدیث تقریری ما و شما در اصول حدیث میخوانیم.
اگر یک عالم و انسانی که در جامعه من ایس عالم و من ایس دیندار هست اگر این کار میکنه، پس در حقیقت امو ما برای مردم چی میکنه؟ تقریر میکنه. بسیاری وقتا ما در کشور وقت بعضی کارهای رو ممانعت میکنیم، باز انتقاد مردم چیست؟ بازو میگه خب تو این نانه که نمیخوری روز 3، میگی نان یتیم است و نان بیچاره هست و نان فقیر است و پروا نداره، خیلی فلان 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 اونا عالم نیستن. پس در حقیقت برای جاهل و عالم چی کرده؟ کار زشتشه حلال ساخته، برشان تقریر کرده. چرا این رفته همیشه در مجلس همراه از اونا امین نانی که ناروا هست مال یتیم است امیر خورده رفته. وقتی که خورده خلاص مردم میگه که البته کار خوب است. یا در مجالس رقص و فساد و در جایی که فحشا و منکر است اونجا رفته شیش نه باش فلانی خفه نشه، فلانی را خفه نساخته لکن الله متعال خفه ساخته، چون در دین الله ضربه زده، در دین الله ضربه زده. از این خاطر شما کسایی که دعوتگر هستین اگر بعضی حرکات زشت میکنین در خانه میری که من ماشاءالله تو نماز میخونم، میخواستم عبادت میکنم، تفسیر میکنم، اینال باز وقتی که همراه پدرت، همراه مادرت، همراه خواهرت، همراه برادر کوچکت، همراه همسایت الفاظ زشت استعمال میکنی، در حقیقت تو دین نام بد میکنیم. پس مردم میگی خود دین دار است، 5 وقت نماز میره، عبادت میکنه. کفر که از کعبه خیزد کجا ماند؟ مسلمانی. هر چیز که میگه ترش شوه گنده شوه چی پرتیم؟ نمک. اگر نمک گنده شد نمک باید گنده نشد، اگر نمک گنده نمیشه. این قسم است. پس ترک عمل به خاطر مردم چی شد؟ ریا شد. بسیاری کساس نماز میخونه چرا نرفتی مسجد؟ والا گفتم باش ریا، خودت ریا، این در ریا داخل شدی. جهل میبینین ایره؟ یعنی بعضی اوقات جاهل میخواد که ریا نکنه، این در ریا داخل میشه. جاهل بعضی اوقات میخواد دعوت به دین بکنه، این منحرف میشه. پیشتر یک کسی یک کتاب بر ما آورده بود، اونو شکده که شما انسان هایی که روح الله علیه بالله در وجود شما هست. روح مخلوق است. وقتی که میگی روح الله در وجود تو هست به این معنا که برای الله نسبت روح کردی، تشبیه کردی، یک شرک. بازو را قسمت میکنه که یعنی از روح قطع شده، یک قسمت شما در کجا؟ در انسان. این شرک دیگه. در حالی که ما شما خواندیم که وقتی که روح به انسان گفته و نفخت فیه من روحی، این اضافت چی است؟ اضافت تشریفی هست. یعنی عیسی را وقتی که میگیم روح الله به این معنی نیست که روح الله در عیسی داخل شده. این خو عقیده نصرانی است. فهمیدی یا نه؟ این خو عقیده نصرانی است که کافر شده. عقیده ما چی است که عیسی علیه السلام چی است؟ هذا روح مخلوق معزز مکرم مشرف لنسبت لاضافه الله الیه، اضافه الله الی نفسه. این الله متعال به طرف خود چی کرده؟ نسبت داده. هر مخلوقی را که الله به طرف خود نسبت بده این اضافت چی میگن؟ اضافت تشریفی میگن. بعضی کسا اضافت تشریفی رو نمیفهمن. حالا اگر کسی بگه که بیت الله، این بیت الله که از خانه الله هست و این تشبیه بکنن به خانه های ما و شما، العیاذ بالله الله در بین ازمی خانه هست، این خود شرک است. ما میگیم که هذا بیت مخلوق معزز مکرم عند الله سبحانه و تعالی لان الله اضافه الى نفسه. خانه ها کلش مربوط الله هست، لکن این خانه را که بیت الله میگه این یک عزت خاص پیدا کرد. روح کل روح هست، روح انسان، روح حیوان، روح مخلوق، روح کلگی یک چیز است، یک روح هست. لکن روح انسان به خاطر که الله را به طرف خود نسبت داده عزت و شرف داره. پس وقتی که شما اگر یک گوسفند میخواین ذبح بکنین بکشین، فرق میکنه با این که تو کار دست است همراه یک انسان معامله میکنی. اگر تو طرف یک مسلمان کارت میگیری، مسلمان کارت میگیره، القاتل و المقتول کلاهما فی النار، اردوش در دوزخ میره، هم قاتل هم مقتول. چرا؟ به خاطر که انسانی که الله متعال روح از زیر ارزش داده
و این بدون موجب شرعی تو میکشی، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه. چرا می کل عذاب ها بر از انسان است وقتی که یک انسان مؤمن بیگناه را میکشه؟ به خاطر از اینکه این روح حضیر الله یک عزت خاص داده. به این معنا نیست که روح الله العیاذ بالاول الله روح برش نسبت داده نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه روح مخلوق است و ما او را تشبیه نمیکنیم. این حال بعضی کسا دعوت میکنه، دعوتگر است، لکن چی میشه؟ از زبانش بعضی اوقات الفاظ کفری و شرکی خارج میشه و یا در کتاب خود نوشته میکنه. یعنی یک کسی میگه، یک کسی را گفت که برو بر من یک نجار بیار. او برش گفت که این نفر آوردم بسیار خوب آدم است. گفت من خوب آدم کار ندارم، نجار کار دارم. حال من خوب آدم چی کنم؟ دروازه منوس توتا میکنم. حال بسیاری کسا میگه من خوب آدم هستم دعوت میکنم. نه، فعلم انه لا اله الا الله. پیش از اینکه تو بر لا اله الا الله مردم دعوت کنی، علم لا اله الا الله را داشته باش. امام بخاری رحمت الله علیه چی میگه؟ باب العلم قبل القول والعمل. یک باب است در صحیح البخاری که اول علم داشته باش، بعد از او گپ بزن، بعد از او عمل بکن. اما اگر علم نداشته باشی به اساس جهل گپ میزنی، تو خود دین خراب میکنی. از او کده که دعوت نکنی خوب است. فهمیدی یعنی؟ از او کده که دعوت نکنی خوب است. اول بفهم که کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله چی مانا؟ کدام تعهدات است دی؟ چی شرایطی داره؟ متوجه هستی؟ و من چه قسم به این عقیده باید داشته باشم؟ بعد از باز دعوت بکن. بعضی کساس لا اله الا الله نیست هیچ خالقی بغیر از الله. این رو شیطان هم میگفت. شیطان هم میگفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. با این ترجمه تو شیطان میگه خیمام دیگه مسلمان هستم. خب ما نه، لا اله نیست هیچ کس مستحقی ای که ذات چی شوه؟ عبادت شوه. باید تمام غیر الله را نفی کنی و تمام هیچ کس نیست مستحق از که قانونش اطاعت شوه. تمام قوانین دیگر را باید چی کنی؟ رد کنی. الا الله، بغیر از کی؟ الله. و وقتی که میگی محمد رسول الله، کل طریقه هایی که ضد طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است او را باید چی کنی؟ رد کنی. رهبرت، مرشدت، پیرت، بزرگت اول باید کی باشه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. و هر کسی که عملش، طریقش با طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم برابر بود، دوست ماست، برادر ماست، نور چشم ماست. اگر راهی را جور کرد که او راه مخالف طریقه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم است، او دیگه خودش به طرف شیطان کشانده. پس فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه میگه ترک عمل به خاطر مردم چی هست؟ خودش ریا هست. و عمل برای مردم شرک است. تو یک عمل میکنی تا مردم از ما چی شوه؟ خوش شوه، مردم راضی شوه. نه، اول باید چی کنی؟ الله در نظرت باشه. یک عالم بود در یک جنازه میرفت، گفتن جناب مولوی صاحب به جنازه میرین؟ گفت که استاد بود. شیش یک دقیقه فکر کرد، بعد از او خیست. گفت چرا مولوی صاحب شما خیست؟ گفت بریم به جنازه. گفت خود تیار استاده بودی، چرا حرکت نکردی؟ گفت من نیت خدا جور کردم، پیش خود فکر کردم که فلانی شخص فوت کرده و چون مسلمان است، حق مسلمان است که در جنازهش باید اشتراک کنی، پس من به خاطر رضایت الله در جنازه ازی میرم. اول شیطان در ذهن من میداد که بیادرش باز رفیقت است، بچه کاکاش رفیقت است، در جنازه فلانی بریم که باز خفه میشه، باز جنازه ما هم نمیه، باز مجالس ما هم نمیه. یگانه که آدم نصیحت میکنه، نصیحت شیطانی میکنه. استاد بریم در جنازه فلانی کس، فلانی مریض از بیا که بریم که باز دیگر از ما مریض میشیم، باز نمیه. پس اینجا سیالی شد. ما در جنازه از اون شخص میریم، دلش که باز در جنازه ما آمد یا نامد.
ما پرسان مریضش میریم ولو که پرسان مریض ما نامده باشه. من مریض شدم نامد، خیر است که نامد. این حال من خب پرسان مریض به خاطر از اون نمیرم، من خب به خاطر رضایت الله میرم. وقتی به خاطر رضایت الله میرم، ای که آمده یا نامده وش پیش من چی هسته؟ معیار نیست. فهمیدین یعنی؟ پس این قاعده اخلاص است که باید این عالم بزرگوار این گپ گفته. من بسیار خوشم آمد. یگان گپی که من زیاد خوشم بیاد با سر از زیاد ترکیز میکنم، چرا خودم سر خودم تاثیر میکنم. چهارم قسم اخلاص که است، اخلاص در دینداری است. اخلاص در چی؟ در دینداری. اخلاص در دینداری چی هست؟ اخلاص المسلمین انهم قد تبرؤوا مما يدعي اليهود والنصارى من التشبيه. مما يدعي اليهود من التشبيه والنصارى من التثلیث. اخلاص الدین که الله میگه مخلصین له الدین، دین خاص بر الله باشه. دین الله کدام یکی است که در او تشبیه یهودیان نباشن. یهودیان چرا کافر شدن؟ به خاطری که خالق متعال به مخلوقات تشبیه میکردن. تشبیه خالق به مخلوق ای چیست؟ شرک است. و تشبیه مخلوق به خالق ای هم شرک است. تشبیه صفات خالق، اگر کس خالق متعال مثل مخلوقات فکر بکنه ای هم شرک است. و اگر یک مخلوق را مثل خالق فکر بکنه ای هم شرک است. بعضی کسا خالق متعال مثل مخلوق فکر میکنه، مثل پاچا فکر میکنه، مثل که ما و شما گفتیم بود پرستا و قبر پرستا میکنن. اینا میگه خالق متعال مثل پاچا هست. خیلی پیش پاچا که میری بدون سکرتر و رئیس دفترش و مقربش نمیری. پیش الله هم وقتی که میری باید چگونی؟ از طریق مقربین نگه پایش پیش بری. میرم پیش ازی بود، پیش ازی قبر، بازی عریضه من میتونم، بازی عریضه من کجا میبره؟ بالا میبره به الله. این تشبیه خالق به مخلوق این هم شرک است. بعضی کسای دیگه است که مخلوق به خالق تشبیه میکنه. مخلوق به خالق چه قسم تشبیه میکنه؟ مثل که یک کسی یک مخلوق صفت از صفات الله را برش میته، فعل از افعال الله را برش میته. فلانی شخص در قبرش بیری دندان تا جور میکنه. دندان کی شفا میته؟ الله. و اذا مرضت فهو یشفین. ابراهیم علیه السلام میگه من خودم که مریض شدم مرا الله شفا میته. حالا یک کس میره در قبر ابراهیم علیه السلام و برش میگه ابراهیم در قبر یک چند تا میخ میزنم برای من شفا بده. میگه تو اگه قرآن هم میخواندی، ما خود قرآن گفتیم که و اذا مرضت فهو یشفین. خودم بچه‌ایم نواسایم اولیاء کلشان همین قسم هستن که کس را شفا داده نمیتونن. این مخلوق چی کردن؟ صفت شفا دادن الله را به کی دادن؟ به مخلوق دادن. بعضی کسا صفت علم غیب الله را به مخلوق میته. میگه فلان نفر بسیار بزرگوار است و رسیده هست و غیب میفهمه، از کل اسرار آینده خبر است، پیش فالبین میره. اینه. پس مخلوق به کی تشبیه کرد؟ به الله تشبیه کرد. ما و شما فکر میگیم یک قسم بت است. بت چند قسم است. یک قسم بتای چوبی است. صحیح است نه؟ او بیچاره خوار غریب است و هر کس هر چی میگه. بعضی ها بتای خشک شدگی است که در قبر خشک شده، یا هست یا نیست، روحش در کجا هست. این بت خاکی است. او آدمی که در او قبر است و اگر خوب آدم است او روحش در کجا هست؟ در جاغورهای پرنده های سبز رنگ است که در انهار جنت و در باغهای جنت پرواز میکنن. بعضی اوقات بت به شکل خاک می باشه. بت سنگی، از سنگ و از کاشی جورش میکنن. بعضی اوقات بعضی بت‌های گوشتی است. گوشتی چی قسم است؟ که یک انسان زنده هست این بت خود جور کرده. او را حق میته که قانون ضد شریعت الله برش بسازه و از او اطاعت بکنه. پس این بت پرست است. چی بت خاکی را پرستش کرد؟ چی بت گوشتی را پرستش کرد؟ چی بت چوبی را؟ اما ما و شما تنها اما بت چوبی را که کس پرستش کرد او را میگیم این بت پرست است. این دیگه بت پرستا را چی میگیم؟
یارم میگم نه یا دیگه چی هستن. پس اخلاص در دینداری چی هست؟ اخلاص المسلمین انهم قد تبرؤوا مما يدعي اليهود من التشبیه. از صفات و عادات یهودیا خود چی میکنی؟ دور میکنی. این تشبیهاتی که یهودیا کردن از این خود دور کن و از او تثلیث و سه خدایی که نصرانی ها میگن از این خود پاک کن. پس تو میشی یک انسان مخلصین له الدین و اخلصوا دینهم لله. در سوره نساء آیت 146. قاری صاحب بخونید را. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. آیت 145. الله متعال میگه قبل از این میگه که یا ایها الذین آمنوا، ایان کسانی که ایمان دارین، شما مؤمن هستین، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافرها را دوستایتان نگیرین، حرام است، ناروا هست. لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، بغیر از مؤمنین کافرها را دوستایتان نگیرین. اتریدون، آیا شما با این کارتان میخواین ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، که خودتان با این دوستی با کافرها برای الله متعال دلیل واضح بتین که شما را در دوزخ ببره. شما خودتان برای الله سلطان چی نمیگه؟ دلیل. مبین چی؟ آشکارا. وقتی که کت کافر دوستی کردی، صحیح نه؟ کت کافر بسیار خوشت آمد، چطور این کافر خوشت میاده؟ الله میگه این دشمنم است که من دشمنی را اعلان کرده. تو دشمنی را که او کت الله اعلان کرده او یادت رفته، یک گود مورنینگ و گود ایونینگش خوشت آمده؟ یا به خاطر که او دشمن الله فوتبالر است خوشت میاد، یا بچه فیلم است؟ الله متعال میگه که ای کافر دوستتان نگیرین بغیر از مؤمنان. الله متعال چقدر واضح و روشن گفته، منتها که از قرآن درست نمیخوانه و اگر میخوانم نمیفهمه، اگر میفهمه باز عمل نمیکنه. کافرها میگه مسلمان ها اول نمیخوانن، باز که خواندن نمیفهمن، باز اگه فهمیدن عمل نمیکنن. این حال وقتی که ما شما میخوایم بفهمیم، اول الله متعال گفت که ای مؤمنا شما کافرها را دوستان نگیرین بغیر از مؤمنین. اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا، آیا میخواین با این عمل کردتان که کافر دوستتان گرفتین بر الله دلیل روشن بتین که چی کنیتان؟ الله با دوزخ ببریتان. الله میگه خلاص دیگه، تو آمدی که دوست من دوستی کردی، نه خودت هم ریاضی دان هستی. امی ریاضی که از خو ایر از زمین جا گرفته خو یا قاعده ریاضی رو براتون بگم. میگه دوست چی میشه؟ دوست میشه. مثبت چی میشه؟ مثبت. دشمن چی میشه؟ دوست میشه. دشمن دوست. منفی مثبت. دوست دشمن چی هست؟ دشمن شد. دوست دشمن مثبت منفی. صحیح قاعده ریاضی. خب آل تو دوست دشمن ما هستی باز جنت میخوایی؟ اینمه قدر که دشمن ما هست بر تو کفایت میکنه. برش بگو که نمی خط فاصل از بین ما و تو که تو دشمن الله هستی. اگرچه بسیار اخلاق خوب داشته باشی، اگرچه خوب پیتزا پخته میکنی، اگرچه خوب فوتبالر هستی، اگرچه خوب یا سطحی و ظاهری داری، لکن خطرناک ترین چیز که در وجود تو هست
که من هم میتونم همراه تو دوستی بکنم، به خاطر که تو دشمن دوست حقیقی من هستی، دشمن الله هستی و هر کسی که دشمن الله باشه و دشمن من هست. دوستی دکت الله جور کو، باز بیا سر چشم. در غیر از الله متعال میگه اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. آیا میخواین که دلیل روشنی بر الله بتین که در روز قیامت سرت سند باشه و بعد بگه که تو دروغ میگی نماز خواندنت؟ چرا این کسی که کارا میکنه و در ظاهر باز میگه من مسلمانم هستم، کت کافر دوستی میکنه، الله متعال میگه که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. این منافق است. و منافق در کجا می باشه؟ فی الدرک الاسفل من النار. درک الاسفل چی رو میگن؟ یکی درجات است، یکی درکات. فهمیدین؟ یکی درجه هست، یکی درکه. درجات چی است؟ در جنت درجات است. مثلا جنت اول است، باز بالاست، باز بالاست، بالاخره فردوس میرسه. این درجات است. هر کس نظر به مقام منزلت خود در جنت می باشه. و یکی درکات است. درکات چی است؟ که این قسمت اول دوزخ است، باز پایان شده میره، تا میره و تا میره و تا میره و تا میره، تا که در سیاه چایش میفتی. کافرایش دوزخ سوم چهارم میباشه، منافق در تاترین میباشه که همین چیزی که گندگی ها و چتلی ها و ریم و گندگی دیگه دوزخی هاست، یا کلش میره ایده کی میخوره؟ منافق میخوره. به خاطر که ضرر منافق به دین از کافر کده زیادتر است. کافر خود میگه من کافر هستم، اما منافق در لباس دیندار اسلام خراب میکنه، دین خراب میکنه، جوانا را خراب میکنه، جامعه را خراب میکنه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. برای از اینا هیچ نصرت کننده، کمک کننده یافت نمیشه. بر انسان منافقی که در زبانش حمدگو یا در دلت پیدا صنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود. الا الذین، بله اگر در وجود کسی همی اشتباه باشه، مثلا یک کس میبر شما میگه والا محمد یک عادت داشتم، کافرها را خوش داشتم، فوتبالرایش خوش میامد، امی کشتی های کجش خوش میامد، مچم چیرایشان خوش میامد، مقبولک هستن خوش میامدن، اینی کافرها خوش میامد، دریشیشان خوش میامد، ایش خوش میامد. حالا من چطور کنم؟ الله متعال میگه که الا الذین تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله. بغیر از کسای از عذاب سخت الله نجات پیدا میکنن که اول چی بکنن؟ توبه کنن. پس بگه یا الله اشتباه کردم، غلطی کردم، نمیفهمیدم، الله مرا معاف کنی. و اصلحوا، و خودشان خود صالح شدن، دیگرها را هم اصلاح کنن، بر دیگرها هم برسانن. فهمیدین یعنی؟ یکی صالح هست، یکی مصلح. صالحی است که خودش خوب آدم می باشه و مصلح هو است که دیگرها را چی میکنه؟ اصلاح میکنه. و اصلحوا، ام خود اصلاح میکنه، ام اعمال خود اصلاح میکنه، امو اسناد و امو روابط خود جور میکنه، دوستی خود با همراه دوستای الله میکنه. و اعتصموا بالله، و اینا چنگ میزنن، اعتصام میکنن به شریعت الله. بعد از این انشاءالله ما پیرو کتاب الله هستم و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. این سه کار، توبه کرد، اصلاح کرد، تمسک به کتاب الله ورزید، چهارمی کار چی میکنه؟ و اخلصوا دینهم لله، دین خودم جور میکنه. از این دینه که هم دا کوم هم دا کوم، امیره میکنم اموره میکنم، ایره ترک میکنه. مثل که بابا کلانای لودی مردم از ما خود نگفته، یگان تا میگه بابا کلان لودی ما گفته که با 100 گروه آشنا باش، با خدا باش. بابا کلان از این بسیار لوده بده، فهمیدی؟ از هر کس که بده. چطور میتونی با 100 گروه آشنا باشی و با الله باشی؟ همرنگ جامعه باشه. برو قرار در زیر پل خو کو، همرنگ جامعه باش.
الا الذين تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم، دین خود خالص ساختن لله، خاص برای الله. یعنی شما که تفسیر قرآن میخوانین زیاد کوشش کنین که در کتاب‌های تفسیر و در کتاب‌های شعر بسیاری اسرائیلیات میگن. اسرائیلیات چی از قصه های یهود و نصارا هست، قصه هایی است که تو را به کفر میکشانه. اخلصوا دینهم لله، اینی قصه های دروغی که یهود و نصارا جور کرده و در کتاب ها نشر کردن، اصل در کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نداره. این قصه را قبول نکن. حال سر یوسف علیه السلام چقدر تهمت ها کردن، سر موسی علیه السلام چقدر تهمت ها شده، سر پیغمبرای معصوم، سر هاروت و ماروت، خو هر کس یک دروغ خدا میگه. دو ملائکه معصوم نیست. پس اخلصوا دینهم لله به این معنا هست که شما دینتان خالص برای الله بسازین، از قصه ها و روایت های یهود و نصارا که مخالف کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است اجتناب کنین. فاولئک مع المؤمنین، باز اینی مردمی که توبه کردن، اصلاح کردن، اعتصام به کتاب الله کردن و اخلاص خالص کردن دین خود از شائبه های یهود و نصارا، فاولئک مع المؤمنین، باز اینا همراه کی هستن؟ همراه مؤمنین هستن و همراه مؤمنین در روز آخرت حشر میشن. و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما، و میدهد، سین زود میدهد، سوف یعنی در آینده میدهد، یعنی الله متعال میته بر مؤمنین اجر بسیار بزرگ، ولو که یک مدتش کمک چی خورد؟ تال خورد، تأخیر شد، لکن اجر بزرگ بهشون میده. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم، الله متعال یک قاعده دیگر هم براتون یاد میده. چی میگه بر کل ما و شما؟ میگه ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، الله چی فایده میرسه بر الله که شما را عذاب بده؟ یعنی الله متعال به عذاب دادن کسی خوش نمیشه و برای الله کدام چیز منفعت هم نمیرسه. ما یفعل الله چی کنه؟ الله متعال چی کنه به عذاب دادن شما؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر شما شکر کردین و ایمان داشتین. و کان الله شاکرا علیما، الله بسیار شکر کننده و بسیار عالم است. هیچ وقت یک عمل نیک یک انسان زایل نمیکنه. 5 دقیقه هم اگر شما در یک درس دین و تقوا شیشتین، امی پیش الله متعال تا روز قیامت ثبت است. اونجا کلان در دفتر اعمال تا یک وقت والا از امیرا تیر میشدم، همین صدای استاد شنیدم، باز گفتم تو بیا یک دقیقه برم در مسجد بشینم. رفتم اونجا 6 یک 10 دقیقه 15 دقیقه، اینمی 10 دقیقه 15 دقیقه تو برای تو در دفتر اعمال در روز قیامت در حسناتت محاسبه میشه. الله ذات مهربان است. حالا ما بسیاری وقتا مثلا در درس که میدادیم، نه هیچ نیت ما نبود که ما یک شاگرد ناکام بکنیم و ناکام کردن شاگرد مثلا بر ما چی فایده میرسه؟ مثلا این محصل ناکام شه بر ما چی فایده که بیچاره سعی کنی که روز نتایج اعلان میشه رنگکش زرد، تری نامکش بیخی از مویاش سر کرده، وضعیتش خراب، ایناله هیچ وقت تو منفعت نمیرسن. پس الله متعال میگه که عذاب دادن شما برای الله متعال چی کند که تو عذاب بکنه؟ اگر شکر بکنی، انسان خوب باشی، خدا مستحق جنت بسازی، خودت اعمال بکنی که بری در جنت، الله متعال از خوشحال میشه. الله متعال 1 میلیارد اعضای بدن برات داد، 1 میلیارد ای دنیا. الله متعال 1 میلیارد دلار اعضای وجود بر تو امانت داده. ای چشمت امانت الله پیشت است، ای گوشت امانت الله است پیشت، ای دستت امانت الله است پیشت، ای قلبت امانت الله است پیشت، ای مغزت امانت الله است پیشت. ای امانت های الله را مثبت استفاده بکو تا سبب شود کجا بری؟ به جنت الله بری. ای پای تو امانت الله است پیش تو امانت خیانت کردی، در روز قیامت وقتی که بخیزی با دست خیانت برات میگه که خب بنده من چی کردی دستایت؟ ها؟ من دست برات داده بود که برقص، شخصیت نداشتی،
این مغز برای تو داده بودم به خاطر ازی که به منفی فکر کو، مثبت فکر میکردی. 1 میلیارد اعضای بدن برات دادم، 50 میلیون دلار دیگر عقیده برات دادم. یک امریکایی یک مسلمان گفته بود که من 5 میلیون دلار سرمایه دارم. اون برش گفته بود من 50 میلیون دلار سرمایه دارم. گفت کجاست اکانتت؟ گفت اکانت من اینه، بیا که برات نشان بدم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. گفت چی به دردت میخوره؟ گفت اعصابم آرام است، آینده‌ام تضمین است. صحیح نه؟ بلند منزلا بیمه هستم، بلند منزلا در خدمتم است، دوستای خوب در خدمتم است، از مرگ نمیترسم، از هیچ چیز نمیترسم، اعصابم آرام است، راحت هستم. گفت قسم من 50 میلیون دلار سرمایه دارم. پس الله متعال تو را هدایت کرد، در خانه یک مسلمان تو را پیدا کرد. دیگه نعمت الله هست. امیال کافرایی که در خانه کافر تولد شده از نعمتهای الله استفاده کرده مسلمان میشه. و تو در خانه مسلمان الله تیار خلقت کرده، شکر باید بکنی. بزرگترین نعمت الله هست. و پیغمبر برات روان کرده، قرآن عظیم شان برات روان کرده. همین قرآن عظیم شان بزرگترین تحفه الله در زمین الله کتاب الله. برای کی روان کرده؟ بر ما و شما روان کرده. باید تحفه الله را بسیار دقیق بخوانیم و از استفاده بکنیم. پس با تمام از این نعمت ها میگه صدها چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا که افتد و بیند سزای خویش. بسیاری کسا این کلش صدها چراغ است که الله بر چی داده تره؟ در راهی که تو روان هستی کل از این چراغ های هست برای هدایت تو، که از این چراغ ها استفاده که کجا برو؟ جنت برو. تو چراغ ها را کلش نادیده گرفته، در تاریکی میری، خدا در چقوری میپرتی. بان که یک دفعه بفتی باز میفهمی سزای خدا. قرآن یک چراغ است، پیغمبر یک چراغ روشن است، راه را براتون نشان میده. احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چراغ‌های روشن هستند. آیات قرآن چراغ‌های روشن است. هر کدامش راه را بر تو باز میکنه و کلش به اساس رحمت الله است که الله ما و تو را دوست داره، میخواد که در جنت ببره. اما یک کس با وجود دوستی الله از کل نعمت‌های الله استفاده میکنه، بازم خدا میبره مستحق دوزخ میسازه. پس ما بسیار خود ما ملامت هستیم. یک کس آمده مرا میگه الله مرا چرا بدبخت خلق کرده؟ گفتم الله تو رو بدبخت خلق نکرده. بدبخت هستی؟ چی بدبخت خلق کرده؟ تمام نعمتهای الله پیش است، لکن کل نعمتهای الله را فراموش کرده. الله متعال میگه و قلیل من عبادی الشکور، بنده های شکرگزار ما کم است. یک وقت عمر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین است، اطراف کعبه طواف میکنه، یک ریش سفید آدم است. این دیگه میگه اللهم اجعلنی من القلیل، یا الله مرا از این بنده های کمت بگردانی از زمین. عمر رضی الله تعالی عنه برش میگه ای کاکایی چی دعاست که تو شروع کردی؟ او برش میگه که نه ما در قرآن دیدیم الله میگه و قلیل من عبادی الشکور، او بنده های ما که شکر نعمت های مرا در وجود خود بکنه بسیار کم است. کدام روز گفتین یا الله شکر به قلبی که بر ما دادی؟ او وقت باز میفهمی، او وقت میفهمی که باز قلبت یک مرض پیدا کنه، باز بری پیش دکتر، باز دکتر باید بگه تو برو یا 5000 دلار بیاد یا تا صبح خو نداری. باز میگه اوه من 40 سال 50 سال از این قلب استفاده کردم لکن یک روز شکرش نکردم. از جنتی مپرس که جنت چی سان است و از دوزخی بپرس که اعراف بهشت است. وقتی کسی در یک مصیبت باشه از او پرسان کو که چی حالت است، بازو برات میگه که او
شما اگر یگان روز یگان شفاخانه برین، یگان کسی که بسیار مریض از خطرناکی رو ببینین، باز میفهمی که والا من چقدر در نعمت الله هستم. والله متعال میگه فین شکرتم لازیدنکم، اگر شما شکر کنین من این نعمت بر شما زیاد میکنم. الله متعال همه ما و شما را توفیق نصیب بکنه که به نعمت های الله توجه بکنیم، شکر نعمت ها را بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.